قسمت ششم. لحن صدای مدیر برنامه‌هایت این بار ملامت کننده است. هر کی ندونه فکر میکنه تازه کاری. واسه یه از حال رفتن و از دست دادن یه برنامه اینجوری گریه میکنی؟ چشمانت را باز میکنی و نگاهت را به نگاه نگرانش میدوزی. جوابی برای دادن نداری و فقط آه میکشی. مدیر برنامه‌هایت ادامه میدهد: تقصیر ماست که بیش از حد از شما بچه‌ها کار میکشیم. اون از یانگ سون، اینم از تو. باید حواسم باشه یه برنامه غذایی تقویتی برات بگیرم. و لحنش شوخ می شود. نمیخوام از دست بری و من بیکار بشم. و با محبت به رویت لبخند می زند. تصور آینده مدیر برنامه‌هایت که به شدت او را دوست داری تنت را می لرزاند. تو با حماقتی هوس‌آلود در طی یک شب موفق شده‌ای با بردن آبروی خودت آبروی مدیر برنامه‌هایت را نیز ببری و به وجهه شغلی او ضربه وارد کنی و احتمالاً نه تنها دیگر نمیتواند نزد تو که کلاً نزد هیچ سلبریتی دیگری نیز نمیتواند به راحتی کار پیدا کند و به یاد دختر کوچولوی ناز و شیرینش میافتی که تو را عمو صدا میکند و با آن پاهای کوچکش به سمت تو میدود و خودش را با مهری خالصانه و شیرین و کودکانه در آغوش تو میاندازد. تو آینده این بچه 4 ساله را نیز سر یک هوس یک شبه برباد داده ای. دوباره اشک از گوشه چشمانت جاری می شود و این بار نمی توانی تحمل کنی و با بیچارگی تمام شروع به حق می کنی. مدیر برنامه‌هایت با نگرانی به سمتت می آید و دستت را در دست می گیرد. جون وو، چی شده؟ رویت نمی شود به او بگویی چه کرده ای و چه بلایی بر سر هر دویتان آورده ای. ادامه دارد.